بچه ها چطورید بچه ها؟ امروز اومدیم با اولین ویدیو حالا درسته شورتس ویدیو داشتم ولی اولین ویدیو شده حساب میشه. امروز اومدیم یه دو دست بریم مولتی بازی کنیم. فقط بچه ها من تو هر دست یه گان، یعنی کلن هر ویدیو میذارم فقط یه گان برمیدارم. الان شادگانه و بچه ها من یه اکانت داشتم لول 300 خوردی بود، کلا اکانت رو رفت دیگه ادامه دادم بهتر و الان لولم 19 است. و آقا بریم سراغ اوکی. براران چی گفتم؟ فقط بچه ها حتما تو کامنت ها بگید که شما فری فایر پلی میدید، پابجی پلی میدید. وایس اصلا یه کاری کنم، کسایی که کارا پلی میدن ویدیو رو لایک کنن، کسایی که پابجی پلی میدن کانال رو سابسکرایب کنن، کسایی که فری فایر پلی میدن کامنت بذارن. تموم شد و رفت. بعد همش خوشم میاد فری فایر کنم. من شاتگان شده بر نداشتم، حواسم نبود. اوکی شد. بریم آقا بریم. Let's go. باشه من شاتگان یکم نوبم. این نوبسه که به تمام معنی تو شاتگانم. خیلی نوبم. بچه بخاطر اینکه من لولم 300 خورده بود پرو بودم، من گوشیم سوخت و دیگه نتونم، یه گوشی بد داشتم برای کالاف، نتونستم کالاف خوب پلی بدم، نوب شدم. تموم شد رفت. بگم پرو بودم نوب شدم. الان یکم بازیم بهتر شده از قبل. بچه حتما تو کامنت ها بهم بگید که از دفعه دیگه آهنگ بذارم رو ویدیومون یا نذارم. حالا به نظرم من خودم آهنگ بذارم از یکم ساده‌ای در میاد. و بچه من حالا درسته دنبال کننده زیادی ندارم ولی کلا من اگر بخوام قیافم نشون بدم سابسکرایبر زیادی ندارم. هر وقت خواستم قیافم نشون بدم 250 تایی قیافم نشون میدم. اون شده رفت. الان همه ویدیوام بدونه ریویل میگن چی میگن همینا. خوش دید. هشت تا کیل دارم. چرا؟ یا الان چی؟ بلکن آقا حالا میزنیم فقط. یوبی انور داشتم اونجاست. بعد داشتیم خوش تیپمون خوش تیپ. بنازه نمیری باشه. من نمیتونم قدرتی هم برداریم اصلا، فقط تا ته ما شادگانیم. ممکن همه ریختم رو سرم کنیم فقط من با شادگان تک میزم دیگه. آقا قبول داشتش همه ریختم تو داغون شدم.
قشنگ است. تموم. دست اول رو رفتیم بردیم نفر اول که شد. این داداشون نفر اول شد. چرا؟ غیر بگیرم اینو باشه بگیرم. استارت بزنم آقا بریم برای دست دوم و ویدیو رو تموم کنیم. هر روز حداقل یه دونه ویدیو میذارم شورت هر جاله. که براتون سوال چند رنگ گوشتی پله میدم. سنگشتی تو کامنت‌ها حتما بهم بگید تو کالافتون با چه گانی بیشتر پله میدید؟ اسنایپ حالا هر گانی دلتون کشید. من هر چی دلم کشیدم. ای بابا بمیر شاید سخته اینجاش کیف میداد با یه خرم اونجا. نمیدونم نوب شدم خب خیلی بد دارم بازی میکنم الان. نه اینجا نمیشه. و هوا ترکی دست نداشت. داداش خب بمیر دیگه یه ساعت اونجا داریم واسه فقط دارم مار میزنم. چون نمیمیرم اینا. همه تون حقاتون رو بمیرید. داداشون اتفاقا همونی که همش من میکنم. اگه اسنایپر دارم از اینجا میزنم لک شدی ها. دمیج هم دادی؟ نما تمام شد و رفت. بابا منو نگاه، من الان یه چوسه جون دارم میخوام اینا رو بزنم. اینا رو نگاه لشکرم برای خودشون. مردی؟ در واقعا در
یا خود دادش نادلانگی من قدرت نمیکشم شما میکشید. با دفعه دیگه رو اسنایپی بیایم کلن. این کجا اومد؟ از کجا اومد؟ تو بسدم خودش تمش چی شد اصلا؟ دست کی بود؟ کی بیشتر بود؟ کی کمتر بود؟ داداشون بیشتر. اوکی ما نفر دوم شدیم. آقا ممنون تا اینجا ویدیو بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب هم فراموش نشه. پس تا یه ویدیو دیگه لازم همش داره بریم چون پس تا یه ویدیو دیگه. بای بای.